در روز محشر برای غریبا گفته میشه که شما استاد شوید. برای غریبا گفته میشه که شما استاد شوید. بایا هم استاد میشه و غریبا هم استاد میشه. باز غریبا میگه که الهی چی میگی پروردگارا، از ما حساب میگیری؟ غریبان خداوند وقت میده، میگه بگویید ای غریبان، ای فقیران دیندار من چی میگویید؟ غریبان میگوین فیقولون، اینا میگوین پروردگارا ما که چیزی نداشتیم، از چی حساب میگیری پروردگارا؟ مال ما نداشتیم، موتر ما نداشتیم، زمین ما نداشتیم، اولی ما نداشتیم، هیچ چیزی ما نداشتیم. یک دوستی روپای پیدا و اخ طرف میخوردیم با تفلکای بازن و فرزند خود. یا الله تبارک و تعالی از ما پرسان میکنی. خداوند تبارک و تعالی میفرماید صدق عبادی، بندگان من راست میگوید، 70 سال قبل اینا را داخل جنت داخل بگردانید. با یک روایت 500 سال قبل از اغنیا اینا را داخل جنت بگردانید. عبدالرحمن ابن عوف امام غزالی صاحب در مکاشفه القلوب نقل میکنه، یک صحابه بزرگوار است، عشره مبشره است. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مبارک، اما خیلی پولدار و مالدار بود. آخرین صحابه داخل جنت میدراید به خاطر که پولدار بود، حساب میتونه یک چیزی. عبدالرحمن ابن عوف امام غزالی صاحب میگه که آخرین صحابه است که بعد از بلال، بعد از خلال، اینا داخل باغچه های جنت میشن. خب بالاخره خب میشن. الله بای ما را داخل جنت بگردانه و غریبی ما را داخل جنت بگردانه. و گپ های را گفتم یاد برادران رو. حضرت امام طبرانی صاحب روایت میکنه که در روز محشر پروردگار همه فقیران و غریبان را در آنجا حشر میفرماید و میفرماید که فیقولو، پس پروردگار میگوید این فقراء امت، فقرای امت محمد صلی الله علیه و سلم کجاست؟ فقرای امت در یک لشکر، لیست علاوه ایستاد میشوند. پروردگار میگوید که شما به باغچه های جنت بدون حساب داخل گردید. الله ما و شما را بای و غریب ما را بدون حساب داخل بگرداند. اگر بایی را که حق خود ادا کرده باشه، زکات خود داده باشه، به حج رفته باشه، یتیمان و غریبان را که حج های اصلی است، قربانی های اصلی است خبر گرفته باشه، باور کنین که از اونها حسابی مشکل سر گرفته نمیشه. چرا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر از ما حساب گرفته شود عذاب کرده میشویم. الله ما را حساب نکنه تا ما عذاب نشویم. حضرت علی صاحب باز هم روایت میکنه وقتی که روز محشر میشود در قیامت از آسمان صدا می آید که ای بنده های من، ای ملائکه های معظف های من، این کسانی که در میدان محشر آمدند اینا را بر سواری هایشان سوار کنین. سوالی است که سواری ها چی است؟ پروردگار میگوید بر قربانی هایشان سوار کنین. مردم پای پیاده و به پوست کش کرده شده به جهنم فرو میروند، ولی آنها یک قربانی ظاهری کردند یا قربانی معنوی که غریبای دیندار است کردند، اینا را به نجیبه ها و به سواری ها سوار کرده میشه و به طرف باغچه های جنت برده میشه. حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم میفرمایند کسی که مالش کم است، نمازش بسیار است، اولادش بسیار است، مسلمان بد نمیگه، و هو معیه که هاتین، در روز محشر با من این غریب دیندار می باشد مثل این دو انگشت، یعنی بلا تشبیه یک انگشت محمد صلی الله علیه و سلم و یک انگشت غریبی که قربانی نداره، بیچاره دلش در میگیره که قربانی کاش که میکردم. به هر خانه میره قربانی است، فرزندش پرسان میکنه که پدر شما قربانی نمیکنین، خانه کاکایم گوسفند کشته، خانه مامایم گاو کشته، پدر شما این چیز نمیکشین؟ پدر پیش بچه‌ش میگه بچه‌م خب پیسه ندارم دیگه. بچه میگن پدر کمی خویش تیز باشه و تون باشه، شاید سیلی هم با روی فرزند خود بذاره که بچه‌م من خودم قصددار هستم، خودم از فلان نفر قصددار هستم، کرایه اولی را آورده در قلباب داده، من فلان نفر بیا و بیا بروست آرام بشی قربانی چی کنم من؟